همه فیلمایی که ساخته میشد برای پول درآوردن ساخته میشد، برای اینکه یه سری رو بکشونه به سینما. خب سعی میکردن که هنرپیشه رو یه ذره لختم بکنن که بیشتر آقایون بیان. ببین از اول اگه نگاه کنی همه چی به خاطر لذت آقایون بوده، هیچی به خاطر لذت خانم‌ها نبوده. همیشه خانم‌ها استفاده شدن برای اینکه آقایون خوششون بیاد. اینا همه اشکاله دیگه. من اولین فیلمم قصه ماهان که بازی کردم یه صحنه داشت که من تو حمومم و آقای صابری از اون بالا، دیدین حمومای قدیم که بالاش یه اینجوری شیشه بود، بله. داره منو تماشا میکنه. خب و پایینم عکاس اومد پایین که آقای اصغر بیچاره ایشالله خدا رحمتشون کنه فوت شدن، ولی یه سری صحنه‌ام داشت که از توی همون گرفته میشد و ایشون یه سری عکس بدون اجازه من گرفت. خب اون موقع من 16 سالم بود، اولین فیلمم بود، هیچ تجربه‌ای نداشتم که بگم این اینجا باشه اون اونجا باشه. ایشون این عکس‌ها رو از من گرفت و وقتی که من خواننده شدم و خیلی معروف شدم و این عکس‌ها رو چاپ می‌کرد و می‌فروختن تو این عکاسی‌ها بدون اجازه شما؟ بله. اون موقع که خیلی ولی شما نمیتونستید اون موقع شکایتی کنید؟ ببینید نه، به هیچ کس هیچ کاری نمیتونست بکنه. قانونی نبود که بخوای بری دنبالش. این حق انتخاب داشتین که مثلا اگه توی فیلم قراره یه صحنه مثلا عاشقانه بازی کنین، طرف مقابلتون رو ببوسین، بگین نه من این کار نمی‌کنم. این بوده که خودتون نخواستین. دوست ندارم این کار الان بکنم، الان دلم نمیخواد کنم. گفتی که نه خیلی حرفه‌ای نه نمیتونستی بگی نه. نه نمیتونستی بگی نه. نمیتونستی.